ببین یه داستانی که بهش پی بردم اینه که عقب‌تر باشم، اینه که از همدیگه انتظار بیجا نداشته باشیم. انتظار داشته باشیم که بابا مثلا به همدیگه احترام بذاریم و اینا، ولی اینکه یا فوش ندیم اوکی، ولی اینکه اون طرف همیشه باید به من محبت کنه، حالا دوست دخترمه دوست پسرمه هر کی باید همیشه خوش رو باشه با من، نه بابا، هر کسی گرفتاریای خودشو داره. خب اگه من میرم با مثلا خانم یا آقای ایکس حرف میزنم، نباید این انتظارم داشته باشم که اونم بیاد با من صحبت کنه. اون موقع من دلم خواست رفتم باهاش صحبت کردم، خب، و نباید انتظار داشته باشم که اونم دلش میخواد بیاد با من حرف بزنه. من همش دارم روی این مسئله کار میکنم.